این زمین‌های خواجگی دهقانی پولادی میباشد که آن در حدود جماعت دهاتی دادوبای خولماتف نوی بابجان غفورов واقع است. کشاورزان این خواجگی دهقانی هنوز در فصل ترمال در میدان 50 سوتیق کشتی بی‌درو گذرانده بودند. اولی بهار نشو نمای زراعت خوب به نظر می‌رسید. خروجی حشرات ضرررسان باعث قطع گردیدن افزایش زراعت شد. بنابراین کشاورزان کارکرد زراعت را گذراندند. میدان کشت را حشرات ضرررسان فرا گرفت. مخصوصاً حشرات ضرررسان فیتانوموس برای میدان کشتزار خطرناک دانسته شده. آن اساساً برگی بیدرو خورده نابود می‌نماید. نابود شدن برگ و شاخه باعث از نشو نما بازماندنی بی‌دزار می‌گردد. یکم دروی بی‌دزارها ما باید کارکردی پروفیلاکتیکی را گذرانیم. یکی از ضرررسان‌های در بی‌دزارها به قید گرفته شده ایستاده است. این فیتانوموس میباشد. فیتانوموس این یک نمودی کینه بوده به زراعتی به علف‌های بی‌دزارها ضرر خود را میرساند به مانندی که نشانه‌اش این میباشد که زردشوی برگ. دهقانان باید به زهرداله‌های دو کامپوننته در زمین‌های خود در بی‌دزارهای خود باید چاشن با اپارات‌های دستی میتونن با تکنیک‌های تراکتوری به مانند آویخه یا شتنگه کارکردی پروفیلاکتیکی را گذرانند و اگر نه دهقانان اگر همین کارها را نکنن سری وقت نکنن از 30 تا 50% حاصل خود را از دست میدهند. در همین شهر و ناحیه‌ها متخصصان فیلل مؤسسه دولتی معاصر رسانه‌ها و خیمیکنان کشاورزی هستند در استادها اشتراک کرده آیدی پیشگیری و نابود کردن حشرات‌های ضرررسان مصلحت‌های خود را میرسانند. امروزها در همه شکل‌های خواجگیداری پرورشی نوع‌های گوناگونی گندم به راه مانده دهقانان نیت دارند حاصل خوب به دست آورند. با زیاد شدن بارشات باران برابری نشونمای زراعت اوج بیماری‌ها و حشرات ضرررسان نیز به نظر می‌رسد. از جمله پیدایش بیماری زنگزنی گندمزار می‌افزاید. علمان ساحه توصیه می‌دهند که هنگام ریایی اگرتکنیکی پرورش و آذوقه‌دهی به مشکل پس سر نمودن این بیماری می‌گردد. در وقتش آذوقه یکم دوم داده باشیم کسلی های یعنی که زنگه کسلی هایی که در وقت پسشوی هوا از زیاد شوی نامی به دچار می آید سپاره ها دچار می آید به قید گرفته می شود. اگر اون زمین های غلادانه که اگر تکنیک رعایت کرده باشند در وقتش یکم دوم آذوقه را داده باشند و پیش از همه تخمی با زرخیمیکات ها کارکرد کرده باشند به همین کسلی دچار نمی شوند. اگر کسلی زنگ دچار شده باشد باید با فونگیتیست های دیسپرسیون میگن یعنی که دیسپرسیون ایمولسی میگن تا ترکیب درونش سپاره ها رو نابود میکند. ما باید کارکرد کنیم. آذوقه از برگ از همه مهمترین در وقت حاصل گنداری میباشد که با آن ما میتوانیم رگولاتور راست یعنی که با چه که دیدیم هوا پس آمده است خنکی شد آنتی استرس مواد آنتی استرس که در اون زیاده از 25-30 نمود میکرو الیمنت های است که به غلادانگی به حد ضرور میشد که برای گرفتن حاصل دلخواه مساعدت میکنند. باید گفت که فعلا مرحله دومی کارکردی باغات جریان داشته هنگام میوه‌اندازی پیدا شدن حشرات ضرررسان گنبوسکی زردآلو احساس کرده می شود. طوری تاکید کرده شد این حشرات هنگام گل کردن درختان در درون آن تخم میگذارند و بعد از گل فرآمدن این حشرات افزایش مییابد. حاضر مرحله دوم کارکردی باغ می باشد. چه ما یکم کارکردی باغ گذراندیم. دوم کارکرد بعد گل یعنی غوره. وقتی غوره می باشد و در منطقه ما یک حشرات ابریکاس ژوک است و در درون همون گل یعنی که در وقتی گل کنی تخم میماند و همون حشرات با نشونمای گل یعنی که رونق یافتن گل خودی حاصل را عموما نابود میکند. برای محو پره‌ای بیماری‌ها و حشرات ضرررسان کشاورزان از تجهیزات بی‌سرنشین یعنی درون به طور لازمی استفاده میبرند که آن ثمره بیشتر به بار میآورد. درون‌های کشاورزی یک قسمتی مهمی ساحه دانسته شده برابر حاصل ثمرناک به دست آوردن همزمان تازگی محیط زیست را تامین مینماید. از استفاده با تکنولوژی‌های معاصر در ساحه کشاورزی به دست آوردن حاصل دلخواه و کم خرج محصولات امکانات بیشتر را فراهم می‌آورد. دهقانان امروز ملکه و کاردانی خود را طریق تکنولوژی‌های معاصر باز هم تکمیل داده نه تنها استحصالات را زیاد بلکه اقتصادیات خویش را نیز غنی می‌گردانند.